بچه‌ها چطورید؟ مانی تکنو هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیدنی دیگه. بچه‌ها تو این ویدیو اومدیم گردونه اودمتیکو بزنیم با آریا و تاها. بچه‌ها یه احوال پرسی با دوستان داشته آقا درود. آقا درود. درود. بچه‌ها امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم سراغ یه ویدیو جذاب دیگه. تفصیل گردونه. خب بچه‌ها تو این ویدیو اومدیم گردونه اودم بزنیم بدون معطلی. بچه‌ها چنل یوتیوب صاف کنید، زنگوله نوتیفیکیشن رو فعال کنید. پیج تاها و آریا این پایین میذارم، برید اونا رو دنبال کنید، کانال اونا رو صاف کنید، زنگوله نوتیفیکیشن اونا رو فعال کنید تا به وقتی ویدیو آپلود کردیم یا اون آپلود کردن سریع با خبر شید. لایک و سیو یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. بچه‌ها شرمنده من یه لفت دارم، ببخشید شرمنده. اومدیم عشق نوترتونم. بچه‌ها 6 و 263 تا سی پی شارژ کردیم. بیایم گردونه اودن بچه‌ها. آره خلاص آقا بچه‌ها 3 دورشو زدیم، ماشینشو حتفشو گرفتیم. بچه‌ها 7 دوره دیگه موند. من یه باگ بگم. یه باگ بده. آقا 120 تا سی روی اسکینو خب روی اسکینو خود گام بزن. خب بعد اون میبینی نمایش داره تا وسطاش اومد بزن سی پیو. زدم. خب مانی کالین کار بوده. آقا مانی 200 تا سی پی. مانی بگو. آها نکن دونم میزن. ببین سریع هم باید انجام بدیم. میزنی رو کلت، بعد خب. میزنی رو اسکرین، کالین کار، دنس، اسکین، گان. یه بار دیگه بگو. کولت، کالین کارت، کلت. نه کلت، اسکرین، کالین کار، دنس، اسکین، اودن. خب کولت کالین کارت، دنس، گان. کولت، اسکینه، کالین کارت، دنس، گان. زدم. 200 تا حاجی AK 47 داد. شناختش هم مشکله. کنه دست بردارشه. 320 تا سی پی. آقا حداقل تا بگو. ببین روکان. خب بعد ماشین، بعد دنس، تون بزن. بعد ما رو اسکین، بعد ما روکان بزن. ماشین دنس، گان، ماشین دنس، بزنن. اسکین ببخشید دنس. حاجی دنس خود دنس داد. بابا که نیدشو هنو نگرفت. بگو 520 آقا میزنی ببین دن اسکین گان. اینو هی باید 10 بار بزنی فکر کنم. آره دنس. آقا دنس اسکین گان، 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 دنس اسکین گان. آقا اینم بچه‌ها لایک کنید، صاف کنید، عشق بچه‌ها. اینم از این حاجی اکتیویشن نکن. نیدو داد بچه‌ها، نیده بسیار زیبا. آقا موند اسکین، کولت، گان. اودن باید جونم. بله جونم. این الان ببین این دیگه الان هیچی نداره. بزن بریم ببینیم چی میده. اوکی آقا اینو به خاطر همه آقا اینو به عشق کسایی که لایک و ساب میکنن میزنم. 960 تا آجی 960 تا خدایی کلت نمیارزه به خدا.
آجی اب نداره 900 این تو گان داد. بچه میزنیم تو اسکین میچرخونیم یه دور میچرخونیم یه دور میزنیم رو گان رو یه نصف دور یه نصف دور میچرخونیم یه تمام دور اسکیپ رو میزنیم اسکیپ رو در میاریم اسکیپ گان وای پول شدم آقا من برای تو هم 1300 تا مانی اصلا مانی بگم چیکار کن 1300 تا بگو مانی ببین اونی که اصلا نه چی گردونه میچرخه رو اصلا نزن. خب اون مربعی سمت چوبایی بزن بعد یه چند بار بین اسکین و گان انقدر بزن بعد دنس و گان بزن چیز دیگه. ببین تو میگه اسکیپ انیمیشن رو میزنی بعد گان و اسکین بعد درش میداری چیزو اسکیپ انیمیشن. آره نه باید بری تو خیلی بعد چون اینطوری بزنی شانسش بیشتره. جالب میشه اوکی 1300 آجی دلم نمیاد به خدا بچه منو پاها رو آریا رو خدایی بچه ها سابمون کنید 1300 تا سی پی آخه اب نداره بچه ها به عشق شما. آقا با اجازه عشقای داداش آریا و تا بزنم آقا بزن 1300 تا برو میگه میگم اسکینش هم خدایی خوشگله خدایی آقا نه من اسکینشو دوست ندارم. 2300 تا گان بچه حاجی خدایی دست نکنه دیگه به نظر من باگ حاجی خدایی جردن تا گان نمیاد. آقا چیزه اکتیویژن دی خدایی دست در نکنه دیگه حداقل بذار یه باگ دیگه انجام بدن اسپین گان اسپین گان اسپین گان اسپین گان اسپین گان 2300 تا من چیزی خودی پشمون گنداز آقا بنازم عشقی آقا مانی هستی اضافه موند. کارت تو آجا پیچه آجی اگه بخوام مانی چند تا شدیمون اتچمنت هاشو بگیرم مانی چند تا شدیمون مانی 143 تا برو یه بزن راست میگه. نه آجی اتچمنت خودش اتچمنت ها رو داد آجی پشمام آها مانی تتی رو میتونم براش بگیرم نه خط تیر نروده نمیدونم داره نه داره خط تیر داره آره یعنی با 500 خودش دیدی مانی ولی آرتری رو بزن. آرتری مانی نه مانی یه چند بار لول اپ کن و دنو لول چند بار نمیدونم مثال کیل افکتش رو دیز کن اوکی خط تیر اوکی آقا اودن شد الان لول چند؟ خب اگه شانس بیاریم نهایتا 500 تا 70 تا من 540 پس مجبورم از این 65 تاییاش بزنم یه دونه 65 تا میده نه دور دوم آپگرید 20 تا میخواد 20 تا تا خط تیر بتونم آپگریدش کنم نه حاجی اودن خط تیر نداره رفتم دیدم اودن خط تیر نداره این لول 2 نمیدونم چیه یه چیزی هست میخواین بزنن تا لول 3 فکر کنم تا لول 3 نه تا لول کیل افکتش نمیشه آقا تا لول 2 میتونم
بابا لول 2 فهمیدم چیشه. من برم یه لحظه اینجا توی خرید کالین کارتا خب اینم برای تمپلار مثلا بخوای مانی من فهمیدم لول 2 چیه؟ آقا کارت مثلا این لژندری تیر میزنش و 805 805 تیره میره نمیدونم آجی بذار بطل مانی جونم مانی بله مانی جونم اون چنده برای تو؟ 543 چنده برای تو اینجا؟ 543 543 خب داشت بزن بگید همون 500 تا رو بزنه آقا اودن رو میزنیم همین فول آپگریدش رو میزنیم دارم میگم فول آپگرید تمپلا را ارزش نداره خدا این 900 تا 95 تا آقا میزنم میچرخه حاجی 80 بده نونه موتور آقا چند تا داد؟ 10 20 تایی حاجی لول 2 شو میتونم آپگریدش رو بزنم 20 تا آپگرید رو زدم لول 1 واو حاجی رو کسب زدم حاجی 8 تایی بده 10 تایی حاجی اکتیویژن خفیست بازی در نیار اکتیویژن حاجی دوره دوم 100 تا میخواد وای 105 تا اب نده 8 تا میخواست بازی یاد یوتیوب افتاد اکتیویژن سی پی آر مانی چقدر سیتی میانه سی پی آر حاجی سی پی آر رو میخواد بخوره 20 تایی داد اکتیویژن خدایی تو رو جونه هر کی بابا 105 تا مانی 10 تایی داد دوباره مانی جونم بعد بریم دوئل نظرته نه دوئل نه باتل حاجی بنازم 30 تایی داد 30 تایی یه دونه دیگه میزنم الان 80 تا دارم به یه 20 تایی بده این حد 10 تایی خدایی نه 20 تایی بده خب من میتونم لول 2 شم میتونم با اکتیویژن ناموسن اکتیویژن حاجی 500 نه واسه یا علی وای اب نداره میزنیم اکتیویژن 20 تایی اکتیویژن 10 تایی داد ای خدا حاجی یه دور دیگه هم میتونم 88 تا سی پی دارم یه دور دیگه هم میزنم 10 تایی آقا لول 2 آپگرید لول 2 شم آپگرید کردم بنازم حاجی خط تیره آریا دیگه این خط تیره خدایی لول 2 نه داداش خطی نیست آقا بچه 23 تا بچه بیاید این 23 تا بچه بیاید 10 یک این گردونه هست باید انجام بدیم 10 تا سی پی میخواد شاید باید بود آقا بچه باگ بگید برای این گردونه چیز اسمش چیه؟ اسمش اسم گانه گرزا اون گروزه گرزا دیگه گروزه گروزا حاجی گرزا یا علی گروزا آره گروزه کن وایسا نکن گرزا وایسا آقا وایسا نکن کن بزن روی گانه دین حاجی اومد خیلی بزن بعد آخر بزن دیدن سر سیپیو بزن تمام بزن زیاد کرده خیلی بهتر اوکی بیشتر کالین کار ای با 13 تا سی پی یه 10 تایی دیگه هم این چک 12 مانی کیو 9 بزن کیو 9 یو اس اس نه وایسا نزن 9 سی تا میخواد منم کالین کارتشو زدم یه دقیقه 13 تا همین چیزو جک 12 رو دانلودم مانی
یوسف اسکینو بده، اسکینو میده، من دانلود ندارم بقیه چیزاشو. مانی جونم. یوسف US9 اسکینش کجای خفنه 50 CP میخواد، کالین کارتو داده بهم. جک 12 اوکی چه من کالین کارت میگیری چه خبرته کالین کارت 117 لجند از تب زرم جک دارم. 12 رو میزن دیگه. آقا 10 تا CP دیگه باک نبود. الان میزنیم رو دانلودگان، بعد غیر فایل میکنیم دانلود غیر فایل دانلود. الان 10 تا CP 3 تا CP برامون. واو اون سکتارم خب بکن چیزشو داد، بکپکشو داد. اب خدا نداره رو که آقا، کالین کارت نگرفتی اب نداره بچه ها. او مای گاد، خدا رو که کالین کارت نگرفتی خدا رو شکر آقا، حداقل بکپکشو. آقا بچه ها دمتون گرم. اینم بود از این ویدیو، اینم بود از این گردونه اودمتیک. بچه ها اشتریک چنل رو صاف کنید. گیم پلی پارت 2 گیم پلی پارت 2 آره پارت 2 براتون میذارم. گیم پلی پارت 2 براتون پارت 2 میذارم. اتچمنت هم یه اتچمنت خوب پیدا میکنم براتون میذارم. بچه ها اشتریک دمتون گرم. چنل آریا و تا هم صاف کنید، زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کنید بچه ها. تا به محضی که ویدیو آپلود کردن سریع با خبر شید. آقا اشتریک دمتون گرم. بچه یه خدافظی با بچه ها داشته باشید. بچه ها خدا بدون بچه ها خدا نه دیگه تا گردونه دیگه این پولا که داره میان. عشق بچه ها دمتون گرم. خدا نگه